سروک ترکیه رجب طیب اردوغان راگهاند اگر در انجام دانستاندن دیپلماسی یا نوبر ترکیه، روسیا و رژیم سوری دا باش بن و هجمار پنابرین سوری ین کوفگرن سوریه زیاده تر ببن. سروک ترکیه اویک روژا چهارشنبه کنگره ناودولتی یا امیندارین گلیان یا کلکوشکا سروکاتی ترکیه الانقره هات دارخستن راگهاند. اردوغان راگهاند کو بمپیکرن نو در ماف آزادی، رومت و ماف مروان لهمو جهان بردوام و دنافدا سوریه. و درباره وگر خبخش یا پنابرین سوری اردوغان راگهاند. هر کروش اولهیل باکر سوریه باشتر ببه و وگر خبخش یا پنابران بلستر ببه. و سربار کر تانها زیده دری 500,000 پنابرین سوری وگریان جهن کما اولهیل سپاندیه. اردوغان دیار کر اگر در انجام دانستاندن دیپلماسی یک کدامک نوبر ترکیه، روسیه و رژیم سوری دا انجام دادن باش بن و هجمار پنابرین سوری یک وگرن سوریه به شیوه که خبخش زیده تر ببه. هر وها اردوغان دیار کرد که ولات وید ارک خدا بردوامه دا کو بنگه که سقانگری و آشتی لسوریه ورا آفراندن. اردوغان سربار کرد که ترکیه پیشوازی لزیدتری 4 میلیون پنابر کرد. دناف دا 3 میلیون و نیف پنابرین سوری هنه. کوش دست پیکا کریزا سوری و جدورن شر برای خدانه ترکیه. بی کو ترکیه تو فرق و جداهی بخیر ناورا پنابرانده. ده و درباره داشت دست پیکا کریزا سوری و اوتانها. بو یکم جار وزیر براوانی ترکیه، روسیه و رژیم سوری ده 28 ماه بوری دا لموسکو پایتخت روسیه جویا. جبو کو پینگاو نیزی کونات ناورا ترکیه و رژیم سوری دا یاکوب نافبینکاری روسیه بروا دچه بلستر بکن. لیج آلی کی دم واجی امریکا لسرزارت بر پرسن خوین پلابلن راگهاند. او نیزی کونه رژیم اسد را به یک جاری رد کرد.